تا به کی و تا به کجا؟ میخوای آدمی باشی که همه برش بگوید یک آدم بیخیال است. یک آدمی است که در قبال فامیل خود، اقارب خود، دوستای خود و حتی خود خود مسئولیت پذیر است. باید تغییر بکنی. سخت‌ترین قسمت تغییر جایی است که تو باید با آدمی که دیروز بودی خداحافظی، وارد زندگی جدید شوی و دنیای جدید. قرار است با آدمی خداحافظی بکنی که یک عمر باش شناخت داشتی و کاملا یک آدم جدید شوی. مثل نوزادی که به دنیا میاد، از دنیای شناخته شده خود میاد وارد دنیای ناشناخته میشه. طبعا این کار غمگینش میکنه، سبب گریهش میشه، ولی آهسته آهسته عادت میکنه. وقتی که زمانی که از شیرینی های زندگی جدید میچشه، گذشته را فراموش میکنه. خواستم برات بگویم که برای تغییر هیچ وقت دیر نیست. مشکل است ولی ناممکن نیست. بیاین تغییر مثبت. دوستای عزیز، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، زنگوله را فشار بدین، بنده را حمایت بکنین. تا درود دیگر